سلام دوستان عزیزم، به چنل یوتیوبم خوش اومدین. امروز پنجشنبه است و یک روز خوب و عالی رو با هم شروع میکنیم. اول که از خواب بیدار شدی 100 مرتبه استغفرالله رو حتما بگو و برای عزیزان آسمانی یک بار سوره حمد، یک بارم سوره توحید و 3 مرتبه هم صلوات بفرست و روز تو آغاز کن. انشاءالله که یک روز خوب پربرکت و پر از خوشی و سلامت و لبت خندون باشه. انشاءالله که یک روز خوب و عالی داشته باشین. میخوام برای خونه دار شدن چند تا آیه و چند تا ذکر بهتون بگم که انشاءالله اگه دوست داری خونه دار بشی و از مستاجرین نجات پیدا کنی، این ذکرها و این آیه ها رو بخون. اولین ذکر سوره مومنونه. این ذکر برای خونه دار شدن آیه 29 سوره مومنونه که بعد از هر نماز واجب 25 مرتبه بخون. انشاءالله به 40 روز نکشیده یک خبر خوش بهتون به خدا شروع میکنیم و این آیه رو هر روز 25 مرتبه بعد از هر نماز واجب میخونیم. انشاءالله که خدا یک فرجی باز کنه تا بتونین یک خونه بخرین. یه دعایی هم هست برای اونایی که مستاجرن، پول پیش خونهشون کمه. کافیه هر روز روزی 14 مرتبه بگی یا جواد الایمه ادرکنی. هر روز بگو مکرر، 1 ماه 2 ماه 3 ماه، انشاءالله یک فرجی میشه. که میخوام این ذکری که دارم بهتون میگم یا جواد الایمه ادرکنی برای پولدار شدن و ثروتمند شدن هم هست. خونه دار شدن نظر خانم ام البنین نیت میکنیم که انشاءالله اگر خونه دار شدیم لقمه نون و پنیر و سبزی یا نون و پنیر و خرما بین نیازمندان پخش کنیم. انشاءالله که خانم ام البنین یک فرجی براتون باز کنه که بتونین خونه بخرین. آیه خیلی مجربم هست برای خونه دار شدن. ذکر آیات الکرسی روزی 14 مرتبه نیت میکنی تا 40 روز. هر روز 14 مرتبه آیات الکرسی رو میخونی. ختم سوره یاسین برای خونه دار شدن. 1 مرتبه سوره یاسین رو میخونی، 3 مرتبه سوره توحید و 100 مرتبه هم صلوات و نیت میکنی به نیت خونه دار شدن تا 40 روز بخون. انشاءالله که خونه دار میشی. از شیخ نخودکی برای خونه دار شدن ختم سوره یاسین. 7 چهارشنبه نظم میکنی، هر چهارشنبه 1 مرتبه میخونی. 6 تا چهارشنبه که خوندی یکیشو گرا نگه میداری. هر وقت خونه دار شدی و از مستاجرین نجات پیدا کردی اون 1 مرتبه سوره یاسینم میخونی. دوستای عزیزم، نظر آش رشتم برای خونه دار شدن خیلی خوبه. کافیه نیت کنی در روز شهادت آقا امام رضا یا ولادت آقا امام رضا 7 کاسه آش میپزی، 1 بار دعای توسل و 1 بارم زیارت عاشورا رو آش میخونی و نیت میکنی که 7 سال آش میپزم تا خونه دارشم. بعد 7 کاسه آشو بین همسایه ها پخش میکنی. انشاءالله که با این آیه ها و این سوره ها و این نذرها هرچه سریعتر خونه دار بشی، با توکل به خدا و توسل به ائمه انشاءالله همه مستاجرها خونه دار بشن. در ضمن ذکر یا جواد الائمه برای بخت گشایی و برای ثروتمند شدنم خیلی عالیه.
معجزه میکنه، مجربه. انشاءالله که یک پنجشنبه خوب و عالی داشته باشین. یادتون نره دوستان عزیزم، امروز بعد از نماز عصر یک بار نماز استغفار بخون، یک نماز 2 رکعتی و خیلی هم آسونه مثل نماز صبح. بعد غروب پنجشنبه هم که شد، بعد از نماز مغرب یک مرتبه هم سوره واقعه رو بخون برای رزق روزی و برکت فراوون و ثروتمند شدن. اگر با من همراهی چنل یوتیوب ما فالو کن. روز خوبی داشته باشین. التماس دعا.